بخش افزودن هوشمند منابع ما میتونیم با استفاده از ربات چت جی پی تی که گذاشتیم به صورت هوشمند منابعی که میخوایم رو به کتابخونه‌مون اضافه کنیم. خب ما قبلا از طریق ساخت پرامپت دستی این قضیه رو انجام دادیم، ولی قسمت افزودن هوشمند رو هم اضافه کردیم برای کاربرانی که دوست دارن خیلی سریعتر منابع رو به سایت اضافه کنیم. 4 تا بخش داریم: بخش گرامر، بخش لغات، بخش سوال ها و بخش ایده ها. در بخش گرامر شما به همونطوری که در بخش قبلی هم دیده بودین ما عنوان ساختار گرامری رو می نویسیم. مثلا ساختار گرامری حال ساده رو من اضافه می کنم. دکمه دریافت اطلاعات رو که بزنم اطلاعات به صورت خودکار از چت جی پی تی گرفته میشه و به سایت در قسمت پیشنمایش اضافه میشه. خب در قسمت پیشنمایش اون خواسته من رو برآورده کرد و گرامر حال ساده رو طبق همون معیاری که ازش خواسته بودم با یک فرمول گرامری با برچسبایی که میخواستم، مثال ها و اشتباهات رایج و نکات مهم به من داد. خب من میتونم اینجا یک عنوان ذخیره براش بذارم و در داخل کتابخونه خودم ذخیرهش کنم و با موفقیت در کتابخونه من ذخیره میشه. خب برای قسمت لغات هم من میتونم یک لغت رو وارد کنم. از لیست های لغتی که قبلا ساختم یک لیست رو انتخاب میکنم و انتخاب میکنم توی این لیست لغتم توی این لیست ذخیره بشه و دکمه دریافت اطلاعات رو میزنم. خب حالا جواب کامل رو به من برگردون و من اینجا میتونم یک عنوان براش انتخاب کنم و در داخل کتابخونه خودم در لیست سویل مکانیک ذخیره‌اش کنم. لغت با موفقیت در کتابخونه ذخیره شد. حالا برای قسمت بعدی سوال رو میتونم وارد کنم که سوال میتونه تسک 1 باشه یا تسک 2. به همین صورت میتونیم هر کدوم از عنوانهای نوع انشای تسک 2 یا نوع انشای نامه تسک 1 رو انتخاب کنیم. یک موضوع وارد میکنیم و سطح دشواری سوال رو انتخاب میکنیم و میخوایم که برای ما یک سوال تسک 2 با موضوع آلودگی های محیط زیستی و سطح دشوار رو دریافت کنه برای ما در قسمت پیشنمایش نمایش بده. خب یک سوال مشابه سوالات آیلتس برای ما تولید کرد که تسک 2 دیسکاشنه و هارد هستش و متنش هم این هست. متن رو میخونیم ببینیم دیسکاشن هست واقعا و موضوع مرتبط هست یا نه، چون بعضی وقتا خطا میده و اگر اوکی بود این رو ما ذخیره میکنیم در داخل کتابخونه تحت هر عنوانی که خودمون دلمون میخواد. خب سوال ذخیره میشه. در قسمت ایده ها هم ما میتونیم باز برای سوال نوع انشایی که میخوایم و به زبان فارسی یا به زبان انگلیسی یک موضوعی که میخوایم رو براش ایده پردازی کنیم. خب دریافت اطلاعات رو من میزنم. خب 3 تا ایده برای من تولید کرد: ایده شماره 1، ایده شماره 2 و ایده شماره 3 که برای هر کدومشون یک نکته پشتیبان و یک مثال رو هم آورده. همونطور که میدونید برای ساختارهای آلیسی به دردمون میخوره. این به زبان فارسی من خواستم ازش و به زبان فارسی به من پاسخ رو برگردون. ذخیره در کتابخانه رو میزنم و در کتابخانه با موفقیت ذخیره میشه. خب این قسمت افزودن هوشمند منابع یک سری محدودیت ها داره. برای افزودن هوشمند شما برای استفاده از پلن های مختلفی که دارین، اگه پلنتون رایگان باشد، در بخش تاریخچه هوش مصنوعی شما میتونید تعداد که میتونید استفاده کنید رو، محدودیت های روزانه‌ای که دارین و تعدادی که میتونید استفاده کنید رو ببینید